گوش کننده تهمت، گوش کننده غیبت مثل او، تقریبا مثل او گناه دارد. مثل او گناه دارد. در سوره نور وقتی حضرت عایشه تهمت میشوند و مسلمان ها هم گوش میکنند، الله خطاب میکند که یعظکم الا تعودوا علی مثله ابدا، به این کار هرگز بر نگردید. شما چیکار کردید؟ چرا خاموش بودید؟ باید میگفتید که تو خطا کرده ایستاده در حضره که روبروی او گپ زده نمیشه و چرا او رو گوش کردی؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما. در سوره دیگر الله میگوید وقتی آنها از لغو و بیهودگویی مؤمنان میگذرند، این کارکنان میگذرند، گوش فرا نمیدهند اصلا. وقتی شما به تهمت کسی، به حقارت و گپ‌های بیفایده لغوی کسی گوش کردید، به گناه او شریک هستید. از یک طرف وقت خود را داده ایستادید، گرانترین چیزی خود را داده ایستادید به یک احمق. از طرف دیگر شما در گناه شریک شده ایستادید.